6 ماه دیگه. بدی من کار شما نیست. الو اوا یاسی جون تویی؟ ببین قربونت من پرستو هم شیرزاد. آره عزیزم شدی مشی دفتر مشکلات شهری. بابا آفرین تو هی پیشرفت میکنی ما پس رفت. نه بابا شدم مشی 2 تا دکتر. آخه عزیزم دکتر داریم تا دکتر، یکیشون هستش که اصلا مریض نداره فقط نشسته مگس میپرونه. حالا ببین غرض از مزاحمت بعد قرنی تلویزیون این دکتر افشار ما رو خواستن بره اونجا صحبت کنه، میخواد بیاد با رئیست حرف بزنه. میتونی یه وقتی چیزی بهش بدی؟ نه با اینکه همش وقتش آزاده. فردا 5 بعد از ظهر باشه عزیزم میفرستمش بیاد. دیگه خودشو کشته دیگه، حالا چه خبره انگار. خانم جبران کنیم. خیلی خوشحال شدم. سلام به ماماینا برسو. خداحافظ. فردا پا میشی میری اونجا لقد یه دست لباس درست حسابی بپوشی آدم آبروش نره.